تو گی، تو ترنس، تو ال جی بی تی کیو ای آی پلاس فلانو شکنجت میکنه، اکسکیوتت میکنه. فرهنگش اینه که کشوری که 7000 سال تمدن داره رو به خاک سیاه میشونه. کدوم تمدن رو دارن؟ کدوم تاریخ رو دارن؟ اصلا فلسطین کشور عربی نبود تا پیش از اسلام، یعنی 1400 سال پیش. و اینکه کشور خب عربی یه صحبت نبود. خیلی مهم وقتی که اینو خوشحالم گفتی، چون یه چیزی که این وسط یه مقدار عجیبه و میتونه خیلی خطرناک باشه، حالا اینو میشه بعداً بیشتر راجعش صحبت بکنیم، ولی خب وقتی که مثلا انگلیس برمی‌داره مثلا اینو به صورت رسمی ثبتش میکنه، خب الان دقیقاً پایتخت این کشوری که گفتی کجاست؟ بعد نه فقط انگلیس دیگه، تو هم با انگلیس تمام کشورهای استعماریش مثل کانادا، استرالیا و نیوزلند هم پذیرفتن به رسمیت. بعد از اون سر یه سری کشورهای دیگه هم دیروز پذیرفتن. اینو میخوام بگم که اصلا من کاری ندارم. تو داری میگی راجع به تاریخ، یعنی ببین این دیگه میدونی مثل چی مونه، مثل اینو تو رو بری به بابات بگی بابا تو یادت نمیاد اون زمان که ما بچه بودیم نمیدونی اوضاع چجوری. دقیقاً دارن همین کارو میکنن فلسطینیا با اسرائیلیا. میگن شما به اسرائیل میگن تو تاریخ نداری.